با عرض سلام و احترام شوکتی محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان می کنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز خواهید شنید. محض برای فروختن نیروگاه برق آبی راهون و کارخانه آلومینی تالکا، پارلمان تاجیکستان قانون صادر کرد. انتخابات نشده رئیس پارلمان را حکومت الکی معلوم کرده است. منبت در ازبکستان دخالت و ایجاد مانع به فعالیت روزنامه‌نگار جنایت محسوب می شود. مجلس نمایندگان امروز تغییرات به قانون درباره خصوصی سازی اموال دولتی را که از طرف حکومت کشور پیشنهاد شده بود تصویب کرد. نماینده کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی گفت این تغییرات به خاطر جلب سرمایه به کارخانه های دولتی از جمله نیروگاه برق آبی راهون راه اندازی شده است. طبق این تغییرات به گفته نماینده کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی امکان جلب سرمایه همچنین برای رشد شرکت آلومینی تاجیک که از 1 نوامبر سال گذشته با قرار حکومت به جمعیت سهامی کشاده تبدیل داده شد فراهم می شود. در همین حال معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی آرزو احمدزاده که طرح را در پارلمان معرفی می کرد از شرح تغییرات قبول شده خودداری کرده است. طبق همین قانون که ماه فوریه سال 2009 قبول شده بود، نیروگاه های نارک، راغون و اینچنین تالکا نمی توانند خصوصی گردانیده شوند. آنها کارخانه های مهم استراتژی حسابیده شده اند. کارشناسان به قبول تغییرات نو به این قانون به شبهه می نگرند. شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میگوید پیش از همه قبول یک چنین قانون هموار کردن راهی از خودکنی ابیکت‌های از جهت استراتژی مهم دولتی از جانب عائله رئیس جمهور است. تغییر الوه‌ها با قانون مذکور از جانب پارلمان تاجیکستان که بعد از تصویب این قانون دولت حق پیدا میکند که ابیکت‌های اهمیت استراتژی داشته را به فروش گذارد به مثل آلومینی завод به مثل برق تاجیک و ده ها ابیکت هایی که اهمیت استراتژی دارند اینها رو میتواند دولت فروشد. یعنی هموار نمودن راه برای ازان خودکنی یا این شخصی کنانی این ابیکت ها باز هم از جانب داماد و دختران پرزیدنت امومالی رحمانوف می شود و این یک خطر بزرگ. این رو من باز هم در دیگر جا میبینم که شرکت های چینایی میتوانند که این ابیکت ها رو خریداری کنند بعد از آنه که یا داماد یا دختر پرزیدنت امومالی رحمان رو شخصی میکند بعد از یک مدت میتونند آنها رو به شرکت های چینایی به سودا گذارند چون طبق یک معلومات ما بعضی ابیکت های مهمی استراتژی دولتی تاجیکستان باید که به شرکت های چینی گذارند به دست آنها گذارد و فکر میکنم که دوره و زمان آن رسیده است که پرزیدنت امومالی رحمانوف میخواهد چند وقت دیگر شاید در قدرت باشد این کارها را عملی سازد. من نمیدانم که در اینجا کدام مبلغ چقدر مبلغ به پرزیدنت امومالی رحمانوف وعده کرده شدگی است ولی این را همچون یک خطری بزرگ به امنیت دولت و بقای دولت تاجیکستان میدانم. فردا شما فکر کنید که امروز برق در تاجیکستان 1 کیلوواتش اگر 20 درهم باشد فردا داماد پرزیدنت میتواند این برق تاجیک را از آن خود کند شخصی کند بعد از این فروشد برای مردم 30 درهم 40 درهم و مردم مجبور هستند که این برق را خرند و باز هم این فایده مفت به دستی کی میرود به دست داماد پرزیدنت امومالی رحمان و این ابیکت های مهمی دولتی من باور دارم که با یک پولی کوچک 2 تنگه زرد فروخته می شود و باز هم ضرر این را ملت می گیرد و ضرر این را دولت می گیرد. بعد از این تصویب این قانون فردا اگر که شرکت های چینایی هم این ابیکت های مهمی دولتی ما را
از آن خود کردن دیگر حکومت میبرده نمیتواند اگر تواند بسیار به مشکلات های دیگر دچار می شود که برای آنها برآمدن از این مشکلات ها خیلی و خیلی مشکل تر می شود. من فکر می کنم چنین قانون ها این ضرر آور است، این خیانت بر ملت است و این ابیکت های مهمی دولتی و استراتژی نباید فروخته شوند و امروز آنهایی که در سر قدرت هستند دانند که آن چیزی که این ابیکت هایی که میخواهند که فروشند و این قانونی که به تصویب رساندن و دانند که در تاریخ آنها همچون یک خیانتکاری بزرگ در تاریخ نامشان نوشته خواهد شد. اینجا میخواهم یک چیز دیگر را قید کنم. اول اینکه برای جلب سرمایه خارجی به این کارخانه و نیروگاه ها حکومت حداقل همین حالا به وارد کنی تغییرات به قانون نیاز نداشت. چرا؟ زیرا سرمایه هم به تالکا و هم به نیروگاه برق آبی راغون به هیچ تغییرات الکی جلب شده‌اند. به نیروگاه برق آبی راغون توسط فروشی یوروباندها و به کارخانه تالکا از چین. فکر میکنم اینجا زیر کاسه نیم کاسه نهان است. ظاهرا آوازه ها درباره به چین دادن کارخانه تالکا واقعیت دارد و حکومت مجبور به وارد کنی تغییرات به قانون شده است. از طرف دیگر خیلی ساده لح باید بود که فکر کنیم نیروگاه برق آبی راغون همیشه دولتی خواهد ماند و از طرف عائله رئیس جمهور که تمام بیزنس ها در کشور را منپاری کرده است خصوصی نخواهد شد. حالا نیروگاه برقی آبی راغون به آوردن فایده شروع کرده است و از این پس تنها و تنها فایده خواهد داد. البته شاید یک دو سال دیگر صبر کنند عائله رئیس جمهور البته تا چرخه های دیگر را هم از حساب بودجه و قرض دولتی نصب کنند و کارهای باقی مانده را به انجام رسانند. آن زمان مطمئن باشید چنان که شراف‌الدین گدایف اشاره کرد نیروگاه برق آبی راغون مال خصوصی یکی از دختران امام علی رحمان یا رستم امام علی خواهد شد. نیروگاه های نارک و قیراقم هم بعد نوسازی که تازه شروع شده است به دست افراد عائله رئیس جمهور میگذرد. اما تماشابینان محترم، هموطنان گرامی، به یک نقطه باید جدی اهمیت دهیم. فاجعه چندان بزرگ نیست اگر نیروگاه راغون مال عائله امام علی رحمان شود، چون که روزی فرا می رسد که ملت آن را به خود بر می گرداند. شراف‌الدین گفت که در برگردانیدن این انشاءات های مهم ملت به مشکلی دچار می شود. با وجود این هم این آنقدر فکر می کنم نگران کننده نیست، چون هرچی هم باشد مال یک نفری همین ملت خواهد بود. ولی می ترسم که به عوض قرض های بیپایان چه خیلی که امروز بوی به چین داده شدن تالکا برآمده ایستاده است، در عوض قرض های هنگفت می ترسم که امام علی رحمان راغون را به چین می دهد. بر اساس قانون های نانوشته در تاجیکستان وظیفه های کلیدی به منطقه ها تقسیم شده اند. رئیس جمهور باید نماینده ولایت ختلان باشد، نخست وزیر از ولایت سوخت و رئیس پارلمان باید نماینده وادی رشت باشد. همین طور الکی از جانب حکومت معلوم شده است که بعد انتخابات پارلمانی پیش از آن که وکیلان انتخاب شوند چی کسی رئیس پارلمان انتخاب نه انیقترش تعیین خواهد شد. از این خبر با علاوه چند خبرها از رسانه‌های دیگر همکارم سائمه گزارش می‌دهد. کارشناسان سیاسی تاجیکستان از محمد طاهر زاکرزاده معاون نخست وزیر کشور که از نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی به شمار می رود به عنوان رئیس مجلس جدید نمایندگان نام می برند. عبدالغنی محمد عظیموف
کارشناس مسائل سیاسی آسیای مرکزی به خبرگزاری آسیا پلوس گفته است که بر اساس تقسیم بندی به جا مانده از دوران حکومت شوروی که نماینده منطقه رشت ریاست پارلمان تاجیکستان را بر عهده می‌گرفت، اکنون محمد طاهر زاکرزاده پس از انتخابات اول ماه مارت امسال به عنوان رئیس مجلس نمایندگان این کشور محسوب خواهد شد. سیدالله خیراللهیف و شکرجان ظهورов نمایندگان وادی رشت هر یک به مدت 10 سال در 2 دوره رئیسی مجلس نمایندگان تاجیکستان را بر عهده داشتند. همچنین محمد اقبال صدرالدین کارشناس امور سیاسی در پایگاه اینترنتیش اصلاح.net نوشت که رئیس جمهور با دستور دخترش آزاده رحمان معاون نخست وزیر کشور محمد طاهر زاکرزاده را می‌خواهد به کرسی رئیسی پارلمان شناند. قابل قید است که بر اساس قانون‌های نانوشته رئیس جمهور باید نماینده ولایت ختلان، نخست وزیر از ولایت سوخت و رئیس پارلمان نماینده وادی رشت خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان این تقسیم بندی نوع توازن قدرت میان نخبگان 3 منطقه کشور محسوب می شود. عبدالغنی محمد عظیمов بر این باور است که باید انتخابات رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از میان افراد راه یافته و پارلمان بدون مداخله حکومت کشور صورت گیرد. بر اساس نرخنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین‌های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سامانی پرداخت کنند. ارزش سیاه کردن شیشه ماشین‌ها در تاجیکستان تا 28% بالا رفته است. رانندگان تاجیک میگویند همینطور نرخ اجازتنامه سیاه کردن شیشه ماشین‌های سال برارششان از سال 2005 پایان هم به اندازه 3770 سامانی گران شده است. سال گذشته اجازتنامه سیاه کردن آینه چنین ماشین‌ها 3570 سامانی مقرر شده بود. طبق نرخنامه نو سیاه کردن آینه پشت نقلیات 400 سامانی و تنها شیشه 2 در قفا به 2100 سامانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانش از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سامانی اجازتنامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازتنامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازت داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون روانه کرده می شود. اما تا حال یگان مراتبه حکومت گزارش نداده است که چقدر از حساب مبلغ سیاه کردن شیشه ماشین ها به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون روانه شده است. انتظار می رود در ازبکستان با وارد کردن تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری برای دخالت از ایجاد مانع به فعالیت روزنامه‌نگار جریمه تعیین شود. چنین تغییرات در ماده 197 قسم 5 پیش بینی می شود. ماده 197 قسم 5 دخالت یا ایجاد مانع به فعالیت کنونی و کسبی روزنامه‌نگار یا وادار کردن به پهنسازی و یا پیشگیری از پهنسازی اطلاع به اساس رد کردن درخواست اکریدیتاسیون و به اساس بیکار کردن اکریدیتاسیون، پایمال کردن حقوق روزنامه‌نگار در رابطه با درخواست روزنامه‌نگاری و دریافت اطلاع ضروری و یا غیر قانونی مصادره کردن مواد و اسباب‌های کاری روزنامه‌نگار باعث جریمه بندی از 2 تا 5 نشان دهنده برای حساب‌ها می شود. در حال حاضر یک نشان دهنده برای حساب‌ها در ازبکستان نزدیک $23 را تشکیل می دهد.
بررسی طرح مذکور تا 28 ینور دوام خواهد کرد. رئیس حکومت روسیه دمیتری مدویدیف با تمام حکومتش به استعفا رفت. طور ریا نوستی اطلاع می‌دهد این خبر از زبان خود مدویدیف ضمن واخوریش با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین با اعضای حکومت اعلان شد. پوتین با اعضای حکومت مدویدیف برای همکاری چندین ساله‌شان اظهار سپاس کرده سپارش داد تا تشکیل حکومت نو وظیفه‌هایشان را انجام دهند. دمیتری مدویدیف گفت که بعد پیشنهاد پوتین عاید تغییرات به سرخانه روسیه استعفای حکومت را درست می‌شمارد. طبق یک نظرسنجی که شبکه تلگرامی سپراسیتی و رسوله انجام داده است، بیشتر پرسیده شدگان به این نظرند که سروزیر آینده روسیه الکسی کودرین خواهد شد. با او 41% پرسیده شدگان آواز دادند. 18% پرسیده شدگان به سرگئی سابیانین شهرداری مسکو آواز دادند. 9% به این نظرند که حکومت من بعده این کشور را ویاچسلاو ولودین رهبری خواهد کرد. 8% گفتند خود مدویدیف به وظیفه‌اش برخواهد گشت. در همین حال ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد وظیفه نایب رهبر شورای امنیتی روسیه تأسیس داده شده کرسی آن به مدویدیف سپرده شود. تماشابینان عزیز، از آن که تا این دم با ما بودید تشکر میکنم. اینجا پایان برنامه امروزه ماست. با برابر پخش تگمچه لایک شما از آن درک میدهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تگمه زنگوله خفته را بیدار و ذوق را بنیاد میکنید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون میکند. گفتنی های مهم را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا میدانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. تا روز دیگر، خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.